بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنتابع درسنا من كتاب التعليق على الأصول الستة للشيخ العلامة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي رحمه الله تعالى، والتعليق لفضيلة الشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى. وقفنا عند قول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ثم لما صار على أكثر الأمة ما صار، أظهر لهم الشيطان الإخلاص في صورة تنفس الصالحين والتقصير في حقوقهم، وأظهر لهم الشرك بالله في صورة محبة الصالحين وأتباعهم. فهمتم؟ شیخ الاسلام میفرماید سپس چون به بیشتر امت رخ داد آنچه که رخ داد، یعنی در سر امت رخ داد یعنی روی داد آن چیزی که روی داد. اکنون مراد از روی دادن چیست؟ چی روی داد در سر امت؟ یعنی مراد از آن چیزی رخ داده آن بدعت‌های هم که در دین داخل شدند، مثل بدعت‌های صوفی ها و بدعت‌های شیعه های شنیع و دیگر بدعت‌ها. این همه به سبب اعراض بیشتر امت است از راه نشان داد پیغمبر صلی الله علیه و علی آله و سلم. فهمیدید؟ یعنی سببش چی بود؟ اعراض امت، یعنی رو تافتن، ترک قبول حقیقت کردن امت است که امت حقیقت چیکار کرد؟ ترک کرد. شیطان از این فرصت چیکار کرد؟ استفاده بود. اکنون نگاه چیکار می‌کنه؟ بعد شیطان برایشان اخلاص را در صورت پس زدن صالح‌ها و بی‌پروایی حقوق آنها اظهار کرد. دیدید؟ و برایشان نیز با الله شریک قرار دادن را در صورت محبت صالح‌ها و پیروان آنها اظهار کرد. اتباع تا پیروان بود که اما خلاص، یعنی کسی برای الله تعالی اخلاص میکرد و با مقابل عبادت غیر الله مبارزه میبود و از طواف در اطراف قبر و مزارها و در نزد ویها ذبح کردن دور میشد، کسی این کار دور میشد و خلاصه یگان چیز را از حق الله برای غیر او تعالی نمیداد، شیطان چیکار میکرد؟ شیطان برای مردم اعمال چنین شخص ها را در صورت پس زدن صالح‌ها و بی‌پروایی حقوق آنها اظهار میکرد. فهمیدید؟ و میگون نگاه کنید، نگو اینا چیکار کردن؟ بی حرمتی کردن در نزد قبری که در حق حسن، در حق حسین، در حق علی، در حق قبر پیغمبر علیه السلام حتی چه میگفتن که بی ناحقی کرده شده. فهمیدید؟ اکنون بالعکس بینید. بعد چی میفرمایند؟ و برایشان نیز به الله شریک قرار دادن را در صورت محبت صالح‌ها و پیروان آنها اظهار میکرد. دیدید؟ یعنی کسی به الله تعالی شریک قرار میداد و در اطراف قبر و مزارها طواف میکرد و در نزد آنها ذبح میکرد و خلاصه یگان چیز را از حق و حقوق الله برای غیر او تعالی میداد، شیطان چیکار میکرد؟ شیطان برای مردم اعمال چنین اشخاص را در صورت محبت صالحا و پیروان آنها اظهار میکرد. این محبت نسبت صالحا، نسبت اولیاءها انمینا، یعنی که چیکار کردن؟ خدمت کرده شده. اما دیگری باشد اهل توحید باشد، ورسه این خیلی که امروز میانه که کسانی که از پس ایزی شیطان میرفته باشه اینا سلفیان، اینا پیغمبر حرمت نمیکنن، اینا پیغمبر چه صلوات نمیفرستونن، هر خیل بهتان و تهمت ها میکنن. مفهوم؟ اکنون شیخ معلق الله رحمتش کنه چنین میفرماید در تحت این: المقصود بهذا الكلام، یعنی مراد و مقصد از ذکر کردن این سخن شیخ الاسلام از آن عبارت است که انه لما ادخل فی الدین ما ادخل، وقتی که در دین چیزهای دخیل را داخل کرده شد. چیزهای دخیل معنی چه؟ چیز بیرهر عرب ها دخیل میگن. فهمیدید؟ یک چیزی که از بیره اومده در اومدگی باشه در اینجا نیست، من شما را فهمون نیستم لغت. یک چیزی که از بیره اومده در دین داخل شود او را میگن دخیل. وقتی که در دین آن چیزهایی را که در آوردن اکنون من بیان میکنم، مثلا چیز در آوردن
یا که چی در آورده شد؟ البدع. بدع جمع بدعت می شود، بدعت ها در آورده. مثلا کدام بدعت ها در دین ما داخل شدن؟ از همه یعنی که بدعت هایی که خوف و خطری او خیلی هم سخت است، که بدع صوفیه، مثل بدعت های صوفی ها، صوفی با انواع ها هستند، و بدع تشیع، بدعت شیعه ها و ما الى ذلك من البدع و غیر از این بود دیگر بدعت ها. اظهر الشیطان لكثير من الناس ان اخلاص العبادة لله وعدم دعاء اولئك الصالحين في زعمهم يكون فيه تنقص للصالحين. اظهار کرد شیطان برای بسیاری مردم که اخلاص کردن عبادت برای الله و اون صالح ها را دعا نکردن در گمانشان چی شد؟ در این تنقص شد برای صالح ها، یعنی که به احترامی شد برای صالح ها. و تقصیر فی حقوقهم، این یک چی شد؟ تقصیر، یک حق و حقوق صالح ها را پس زدن شد. یعنی کسی اخلاص میکرد اختصارا حق الله را برای یعنی که اولیاءها نمیداد، میگفتن که چیکار کرده؟ اولیاءها را پس زده شده، اولیاءها را ناپسنده کرده شده. و ان من دعا اولئک الصالحین، و کسی اون صالح ها را دعا میکرد، یعنی دعا به معنی عبادتشون میکرد، و استغاث بهم، در مشکلات به اونها از اونها یاردم میپرسید، و جعلهم وسائط بینه و بین الله، و اینها را واسطه قرار میداد بین خود و بین الله، یعنی که شرکی واسطگی. فقد عرف حقهم، میگفتن که انمی انسان چیکار کرد؟ حق حقوق اولیاء را دانست، اما دیگرها باشن اینا حق دیگرها را، حق اولیاء را پایمال کردن. علما بان الله يمنع ويأبى ان يشرك معه غيره في شيء من العباده، با وجود آنکه دانسته میشود که یعنی همه میداند که الله منع میکند و ابا میکند، نمیخواهد که یگان کس را همراه او چه در عبادت الله سبحانه و تعالی شریک قرار داده شود. حتی ولو کان ملکا مقربا، گرچنده که اون کسی که وی را در عبادت الله شریک قرار میدهند وی فرشته مقرب باشد، مثل جبرئیل و میکائیل و اسرافیل، او نبی مرسلا، یا پیغمبری فرستاده شده که باشد مانند محمد صلی الله علیه و آله و سلم و دیگر پیغمبران. وقد فصل الله عز وجل في بعض آياته بين الحق المشترك بينه وبين رسوله والحق الخالص له. الله سبحانه و تعالی در بعضی آیات ها جداگی افکنده است، یعنی که تفسیر کرده است، فهماندگی است اون حقی را که در اون حق یعنی خود نیست، یعنی اشتراک دارد و پیغمبری او، یعنی بعضی حقوق هسته که اون حق هم برای پیغمبر است و هم برای الله حق سبحانه و تعالی، و بیان روشنی انداختگی است اون حق را که و صرف خالص برای الله عز و جل است که او را برای پیغمبر حتی داده نمی شود. نعم. فقال جل من قائل، الله عز و جل چنین فرمود: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فاولئك هم الفائزون. کسی از الله اطاعت بکند و از پیغمبری او و از الله خوف ببرد و از الله یعنی تقوا بکند، ایشان هستند رستگار، ایشان هستند یعنی پیروزمند، ایشان هستند به مراد و مقصد خویش رسیدگی اشخاص. فجعل الطاعة مشتركة بينه وبين الرسول. اگر در آیت نظر اندازید میبینید که طاعت را الله سبحانه و تعالی میان خود و میان پیغمبرش همچون یک حق مشترک قرار داد. یعنی الله را اطاعت میکنی، پیغمبرم نیز اطاعت میکنی. معلوم است که اطاعت حق است که هم حق الله بوده است و هم حق پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم، زیرا آنکه پیغمبر علیه السلام هیچ چیز را از پیش خود از خواهشات نفس نخواهد گفت. مفهوم؟ وجعل الخشیة والاتقاء له وحده. اما در این آیه کریمه خشیه را یعنی ترس را و تقوا را برای خود تنها قرار داد که در خشیه و در اتقا در تقوا یعنی که یگان کس شریک نیست در این حق، این صرف حقی که بوده است حق الله حق سبحانه و تعالی. فهمیدید شده یا نه؟ بارک الله. وقد قال الله عز وجل عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي هو أكرم الخلق عليه وأعلاهم عنده منزلة وأفضلهم عنده مقاما. واقعا الله عز وجل در مورد پیغمبر علیه الصلاة والسلام چنین می‌فرماید که وی
حالا آنکه از همه گرامی ترین خلق است در پیشگاه الله و از همه بلندترین خلق است در پیشگاه الله در منزلت و مرتبه و از همه بزرگترین ایشان است در پیشگاه الله از روی مقام، از روی زینه، از روی قدر و ارزش و بها. میفرماید لیس لک من الامر شیء، از این امر برای تو یگان چیزی نیست. سبب این نزول آیت از آن عبارت است خیلی که از ابو هریره روایت میکنه که مسلم از انس و روایت میکنه او را، یعنی که متفق علیه است از ابو هریره و مسلم نیز روایت میکنه، این تعلیق میکنه امام بخاری. میفرمایند که پیغمبر علیه السلام دعا میکرد به یک گروه از مشرکا، یعنی که علیه گروه از مشرکا دعا میکرد در نمازش. این آیه نازل شد، گفت که این کاری تو نیست. لیس لک من الامر شیء، یعنی که هدایت نفرمودن یعنی توفیق این کاری تو نیست. او یتوب علیهم، یا که توبه اونها را پذیرفتن، او یعذبهم، یا که ویار عذاب دادن. فانهم ظالمون، ایشان ظالم هستند، ایشان مشرک هستند. نعم. و بهذا يتبين ان قولهم هذا قول باطل. از این دلائل روشن می افتد یا که انیق شد که سخن ویها، یعنی سخنی که ادعایی که ویا کردن گویا که چه حق و حقوق چه اولیاء را پایمال کردن یا که نکردن در صورت نشانداد شیطان، این چی قول بوده است؟ این قول باطل بوده است. و خطا فاحش، این یک خطای خیلی هم، یعنی که چه از حدود بیرون. لا یجوز لاحد ان یعتقد، چنین اعتقاد را جایز نیست برای کسی که داشته باشد. و ان الموحدین لم یحضموا الصالحین حقهم، یعنی موحدها اهل توحید رعایت میکردگی اشخاص و کسها هیچ وقت حق و حقوق صالحها را پایمال نخواهند کرد. لم یحضموا یعنی پایمال نمیکنن ویها حق ویها را. مثلا من و شما را یک از پرسد درباره اولیاء چی میگه؟ میگیم که ما احترام داریم نسبت اونها، آدمای خوب بودن، اشخاص خوب بودن، الله مغفرتش کنه. یعنی ما ویها را چه ترحم میکنیم. مفهوم؟ بل یحبونهم لله، بلکه ویها را چیکار میکنن؟ دوست میدارن. لله، دیدید به خاطر الله دوست داشتن، اینم عبادت الله است. دوستای الله را دوست داشتن، این به خاطر الله دوست داشتن، نه همراه الله دوست داشتن. نه، و محبت فی الله یا که لله دیگه است و المحبت مع الله دیگه است. محبتی که ممنوع هست و کدام محبت است؟ محبتی که از او ما و شما را الله حق سبحانه و تعالی و پیغمبر علیه السلام کرده است، اون محبتی مع الله هست. یا که محبت بغیر الله، یا که الله را مونده او را علاهده چه محبت داشته. اون محبتی که برای من و شما جایز است و المحبت فی الله، یا که المحبت لله، محبت به خاطر الله. این کانوا صالحین علی الحقیقه، اگر از روی حقه یعنی حقانی و یا کسانی چی باشن؟ صالح باشن. واقعا دونیم که در اونجا کی دفع شدگی هستن اگر یه انق باشه. لیکن یه آدمی متهم اگر آدمی ناانق باشه بگون که آدمی صالح گذشته، چخلی که میگون که یه وقتا چخلی شده است که همین دو نفر مصلحت میکنن بین یک دیگه رو چیکار میکنن؟ خرشون میمره، خرش دفع میکنن در اونجا، بعد چیکار میکنن؟ برای پول کار کردن اینجا مزار است گفته، بعد خادمی همین قبر میشون. مردمی گذشته که صدقه و خیرات دادن میگیرن، یعنی بول به دولت شدن میگیرن، در اونجا خر دفع شدگی نومشه چی ایشان چیزی میمونن، خیلی به خودشون یک چیزی نامدار میمونن. اولیاء گفتن بعد بینشون بین پول تقسیمات خیلی مشکلی میافتد، بعد جنجال میشه، بس فاش میشون. بعد میگن که در اونجا چی به جای اولیاء خر خوب است. اعوذ بالله. الان خیلی کسا بسیار هستن طوری که در مصر میگن که گویا کی سر حسین در اینجا عجیب نخود سر حسین از دست کربلا چخلی که میگن گرفته اینجا آورده باشن، در اینجا دفع کرده باشن. این هم میونه یک سبستو یک بیمعنگی هست. ولکنهم لا یعطونهم شیئا من حق الله عز وجل، یعنی اهل توحید به صالحها یگان چیز از حق حقوق الله گرفته به ایشان نمیدن. برای چی؟ لعلمهم ان ذلك موجب لسخطه تعالی، برای خاطر اون که همون موحد یعنی اهل توحید میدانند که این کار کردن موجب غضب او تعالی است. این کار کردن چیست؟ یعنی این کار را انجام دادن، یعنی حق الله را برای حق اولیاء دادن یا برای غیر الله دادن، گویم این موجب غضب او میشه. موجب چه؟ یعنی سببی گرفتار شدن است به غضب الله حق سبحانه و تعالی.
وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمن قال له انت سيدنا و ابن سيدنا. پیغمبر علیه الصلاه و السلام چی گفت برای اون کسی که برایش فرمود که ای پیغمبر علیه الصلاه و السلام تو سیدی ما هستی و پسری سیدی ما هستی. پیغمبر علیه الصلاه و السلام پدرش کی بود؟ عبدالله سید شده میتواند؟ عبدالله که پدر پیغمبر برای ما سید شده میتواند؟ شبهه نیست که او سیدی تمام خلق است. پیغمبر علیه الصلاه و السلام سیدی تمام بشریت است. این شک و شبهه نیست. اما برای چی پیغمبر علیه الصلاه و السلام یعنی نمیماند که وایها چی میگویند او رو سید گفته بلند بردارند، زیرا اینکه این وسیله به غلو میشود. پیغمبر علیه الصلاه و السلام از این کار در برابری با وجودی آن که وی سیدی بشر بودنش مردم یعنی که به این کلمه ها وی کردن، مدح کردن، ستایش کردن، من کردنش به سبب چیز لئلا یکون وسیله الی الغلو، یعنی این به درجه غلو نشود. غلو یعنی از رامکه بیرون شدن، از چارچوبه اسلام بیرون شدن. برای ما احتیاط کرده. بفرمود علیه الصلاه و السلام یا ایها الناس ای مردم قولوا بقولکم، یعنی همون چیزی که خودتون میگید که همون گفتون رو گفتن گیرید. یعنی پیش من کی بودم در نزد شما؟ یعنی محمد ابن عبدالله بودم، همین خیلی گفتن گیریدم. همین خیلی است. قولوا بقولکم یعنی چه خیلی که مثال گیریم شما میدونیتون همون صحبت از درباره من چی مورد میدونید از همون میدونستی که تو بیارین علاوه نکنید. ولا یستهوینکم الشیطان، یعنی شیطان شما رو وسوسه نکند با، یعنی لا یزینکم هواکم، نشود که خواهشات نفسانی شما رو شیطان آمده چیکار کنند؟ زینت اندازد. بعد در نتیجه عقل شما میرود. وقتی که شیطان نفس شما رو زینت دادن گرفت شما از عقل بیگانه میشوید، چی گفتنتون رو نمیدونید. فهمیدید؟ یا کسی خیلی که مثلا یکی از ما اشخاص از عقل بیگانه میمونه چی گفته؟ گفتن که خیلی تو میدونی لا من اتون نظم میدونم، گفته لا اله الا الله توحید اتون نظم میدونم. بعد گفتن که خیلی معنی چیه؟ گفتن که لا معبود ولا الله امخ گفته. نه این اصل نه وایسته گفته. لا عابد ولا معبود گفته. لا عابد ولا معبود گفته، معنیش همین خیلی معنی داد کرده. فهمیده؟ پیغمبر علیه الصلاه و السلام فرمود یا ایها الناس ای مردم قولوا بقولکم، یعنی این سخنتون بگید. در قضا یه نفر میگیم که آخه این توحید هم نتایج شو گفتم ما برای شما میگیم که ما هم مسلمان ما محتاج توحید نیستیم. لا اله الا الله نتایج شروط چه؟ ما لا اله الا الله شما نصر میبینیم. بعد گفتیم مثلا بین خلق در نزد خادمان دولت گفتیم که خب به خاطر الله خاص معناشو بود. بعد میگفت که من نمیدونم لیکن میدونستی که میدونم. نباشم میدونستی حرکت کن که قطعی همون میدونستی تو رو قبول کنم. وقتی که فرشتان میپرسن بگو که امینا جواب دادم من. اعوذ بالله. بی معنی گردید. لا یستهوینکم الشیطان، یعنی شیطان شما رو وسوسه نکند. شیطان یعنی که خواهشات نفس شما رو زینت ندهد که شما در نتیجه از عقل بیگانه میشید. چی گفتم تو نمیدونم. انا محمد ابن عبدالله و رسول الله، من محمد پسر عبدالله هستم و رسول الله هستم. والله ما احب ان ترفعوني فوق ما رفعني الله عز وجل، قسم به الله من دوست نمیدارم، یعنی من نمیخواهم که شما مرا بلند بردارید از اون رتبه‌ای که الله سبحانه و تعالی مرا برداشته است. یعنی چه مقداری که الله سبحانه و تعالی مرا برداشته است از اون زیاد نمیخواهم. یعنی رتبه پیغمبر علیه السلام چه مقدار برداشت الله حق سبحانه و تعالی. یعنی شما نیز مانند محمد صلی الله علیه و محمد نیز مانند شما عبدالله است. همین خلاص فقط فرق بین شما بین او از اون عبارت است که او رسول الله هست، به او وحی میاد به شما نه. همین خلاص او خیر خلق، از همه بهترین خلق بودنش به شک و شبهه نیست. نعم اخرجه احمد و من حديث انس رضي الله عنه وصح الالباني في سلسله دیگر محدثان ذکر کرده دیگر صحیح حدیث. وقال لمن قال له، پیغمبر علیه الصلاه و السلام گفت برای آن کسی که برای پیغمبر چی گفت؟ گفت یا رسول الله جهدت الانفس، یعنی جانها عذاب کشیدن. جانها یعنی تمامی کسی که جان دارد عذاب کشیدن، انسانها، حیوانها، هر جاندارها. و ضاعت العیال، کسانی که عیال گفته کسانی رو میگن که رزق و روزیشون به عهده شماست. فهمیدید؟
ایال گفته آن کسی رو میگن که رزق و روزی خوروندن و پوشوندن او در عهده شما بوده که کسی ایال میگن در ایال داخل میشود که میخورونید زنتونه فرزندتونه اگر یعنی که کلانسال باشه پدر و مادر داشت پدر و مادرتون میخورن اینا همش ایال شما میشود خب نبیره ها دیگه در پیشت باشن و یا خوروندن در عهده تو هستن یعنی هر کسی که نگران رزق و روزی از تو میباشن هم خیلی فهمیدید من میگم نه یعنی خوروندن و پوشوندن اونها رو تو به عهده گرفته و یال گفتن که یعنی عیال ها چی شدن ضایع شدن گرسنه موندن تشنه موندن و نهیکت الاموال مال ها خراب شدن یعنی نقصان و کم شدن پرام و صاف شدن گفتن و حلکت الانعام انعام گفته چارپاها رو میگن چارپاها یعنی که چی شدن هلاک شدن انعام داخل میشه اشتر و گاو و گوسفند و همچنین بز بعد چی میشه فاستسقی الله لنا طور خوندم فاستسقی الله لنا یعنی برای ما از الله آب درخواست بکن باران درخواست طلب بکن فهمیده منو گپه چی استسقا یعنی که دعا میکنی که آب اتیم فإنا نستشفع بك على الله یعنی ما به حرمتی تو چیکار میکنیم به الله شفاعت یعنی که میطلبیم فهمیدی سه چی گوشه بیکه یعنی به توفیل تو به وجود تو از الله چی به الله یعنی که تو را چی شفاعت کننده میگیریم و نستشفع بالله علیک و چیکار میکنیم و الله را شفاعت میگیریم به تو قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم پیغمبر علیه الصلاه و السلام چی فرمود ویحک وای به حال تو اتدری ما تقول چی گفتن تو میدانی تو چی گفتی ایستاده میدانی و سبح رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم راوی گفتی ایستاده است پیغمبر علیه الصلاه و السلام سبحان الله گفت فما زال يسبح تا اون اندازه سبحان الله گفتن گرفت که حتی عرف ذلك في وجوه اصحابه حتی این را یعنی تاثیرش را در روی صحابه ها دیده شد یعنی صحابه ها روحشون تغییر یافت برای چی یعنی این کلام نادرست بودنش فهمیدن صحابه ها از چی از تسبیح گفتن پیغمبر روی صحابه ها تغییر یافت دیدن که پیغمبر علیه الصلاه و السلام در غضب آمد فهمیدی استاده یعنی در اینجا پسزنی حقوق الله شده ایستاده است برای خاطر می چی یعنی چنان پیغمبر علیه الصلاه و السلام تسبیح ها گفتن گرفت که تأثیر او را در روی صحابگان دیده شد میگوید راوی ثم قال بعد از آن پیغمبر علیه الصلاه و السلام فرمود ویحک وای به حال تو انه لا یستشفع بالله یعنی لا يستشفع بالله على احد من خلقه یعنی شفاعت گرفتن نمیشود به الله به مقابل یگان کس از کی از خلقاش فهمیده یعنی به الله شفاعت گرفتن نمیشود به کسی از خلقایش شأن الله اعظم من ذلك شأن و شریف الله از این بزرگ است یعنی قدر الله بلند است فهمیده یعنی الله سبحانه و تعالی رو مثلا چخری که کسا بی آدم میگم که من میگوسپندم پرتفتم الله خدا نیاش که فهمیده سدد اینا همه میدونن که الله سبحانه و تعالی نگهبان است لیکن این یک شأن الله شأن و شریف الله رو پس دادن است که هر انسان چی هر یک کاری شوخشنده هر یک کاری جدی غیر جدی شد چی میگه من گاوام پرتفتم الله خودش نیاشون میکنه گوسفندام پرتفتم یا الله خودش فهمیده همه خیلی انسان ها هستن این چی شأن الله رو پس دادن است اتدری ما الله تو ایش الله رو میدانی ان عرشه على سماواته هكذا یعنی ویحک اتدری ما الله تو الله رو میدانی وای به حالت که به درستی عرش او در بالای آسمانهایش انمین طور است و قال باصابعه و قال باصابعه با انگشتانش چنین کرده نشان داد یعنی گفته به دستاش نشان داد گوش کنید مثل القبه علیه یعنی اگر همین آسمان ها باشد میگه همین آسمان باشد به مانند گنبد هست عرش الله در بالای چی در بالای این آسمان ها به مانند چی گنبد هست گنبد میگه و انه
یعنی انا همون عرشی که در بالای آسمان ها هست من بس و اینو لا یئت به چی میشه؟ آواز میبرد. فهمیدی سودت؟ انا همون عرش آواز میبرد بهی به سبب الله. آخه در بالای و الله هست گفتی سودت. فهمیدید حدیث چی گفتی سودت؟ یعنی عرش با وجود زمین و آسمان اینقدر بزرگ بودنش، عرش همین و یک به مانند یک کپه یک خیمه در بالا شده. در بالای وی الله هست. همون عرش با وجود مخلوق بزرگ بودنش لیئتو ناله میبرد، یعنی آواز میبرد، غرجش میبرد. چخلی که میگویند به سبب چی؟ بهی به سبب الله که در بالای وی هست. فهمیدی سوده؟ اکو چخلی ما کیفیتش نگفتی سودیم که مهم یعنی که از عرش بالا الله هست. نگاه کنید چخل اطیت الرحل بالراکب. الرحل گفته همون به مانند یک چوبه که در بالای اشتر است که اگر سواره وزن باشد آواز میبرد. یک چوب بوده است. نگاه کنید یک چوب هستن زین چوبی نش میگن در بالای همون اشتر میمانند. در بالای اشتر با وقتی که همون سوار میشدگی کس اگر کسی وزن باشد همون چوب از وزنینی سوار شدگی آدم چی غرچش میبرد، یک آواز میبرد. یک چیزی چوبه آواز میبرد که یک چرقس میبرد. از چی؟ از وزنینی همون سوار شدگی. مثال گفته شده ما از وزنینی چی؟ از وزنین بودن شخص راکب و در بالای اشتر همون چوب چی میبرد؟ غرچش آوازش میبرد. همین عرش هم با وجودی بزرگ بودنش در بالای آسمان ها بودنش که الله سبحانه و تعالی در بالای او که هسته آواز عرش میبرد. فهمیدی؟ اما ما کیفیت نگفتیم مثال آورده شدیم. این حدیث یعنی که ابو داود روایتش من دیگران نیز روایتش منن از جبیر ابن مطعم و شیخ البانی در سلسله احادیث ضعیف چیزا گفته اینا ضعیف است. حدیث ضعیف است. وقد تبين من هذا أن من يزعم أن تحقيق التوحيد وإخلاصه لله تعالى تنقص بالصالحين فإن قوله هذا باطل. نگاه از این برمی آید که کسی گمان کند که واقعی قرار دادن توحید، عملی گردانیدن توحید و اخلاص کردن شخص برای الله سبحانه و تعالی این در برابر صالح ها کم بوده، حق ویها را پایمال کردن است، گوید البته سخن این چی است؟ باطل است. فهمیده؟ یعنی کسی همیشه گمان داشته باشد که یعنی توحید عملی قرار دادن و توحید یعنی اخلاص به جا آوردن برای الله این کم و کم بوده است در شأن صالح ها بود، این چی میشد؟ این باطل است. و انه ضال و کس گمراه است. انما کس خودش گمراه است. من الضلال یعنی یکی از گمراه ها هست او. الذي يجب على المسلمين ان يحذروهم، چنان گمراهی که مسلمان ها باید که از چنین اشخاص گمراه حذر بکنند علی دینهم که به مقابل دین ایشان هستند. ویها فهمیدید؟ یعنی که ویها به مقابل دین این مسلمان ها هستند، باید مسلمان ها چیکار بکنند؟ ان یحذروهم، از اونها حذر بکنند، و همچنین دیگرها را با حذر گردانند. وبالله التوفيق وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا، وجزاكم الله خيرا كثيرا وبارك الله فيكم.